به طرفهای آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ شما امکانات اتمی دارید، بمب اتم دارید، ویرانگری شدید دنیا در اختیار شماست. به شما چه که ملت ایران غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه، صنعت هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه؟ یه ملتی اختیارش دست خودشه. به شما ربطی نداره. شما چه کاره اید؟ از چه موضع حقوقی این حرفا رو شما